بشکنه دستی که به خود رو دختر مردم بلند شه. بشکنه. تو به چه حقی دستت رو روی زن بلند میکنی؟ تویی که دست بیقرار داری اصلا غلط کردی اومدی دختر دست گلشونو بردی. ببینم جلو پدرش هم جرأت داری دست روی دخترش بلند کنی؟ مگه تو کی هستی که فکر میکنی حق داری دستت رو روی زن بلند کنی؟ زن ضعیف نیست، این تویی که ضعیفی. چون جرأت نداری با مشکلات روبرو شی، میای خشم و عقدت رو سر اون خالی میکنی. زن برای کتک خوردن ساخته نشده. زن یعنی احترام، زن یعنی عشق، زن یعنی همون چراغی که خونه روشن نگه میداره. زن یعنی مادری که تو رو بزرگ کرد، خواهری که کنارت وایساد، یا همسری که بهت دل سپرد. مردونگی به این نیست که صداتو بالاتر ببری یا مشتو محکم‌تر بزنی. مردونگی به اینه که همیشه صدات آروم باشه جلوی یه زن. مردونگی به اینه که براش امنیت بسازی، نه ترس. اینم بدون که اگر دستی روی زنی بلند شه، هیچ وقت بی جواب نمیمونه.